یه گوشی دکمه اومده پیشمون که مشکل گوشی اینه که عددهای ردیفش یعنی 2 5 8 صفرش کار نمیکنه و ما اینجا هستیم تا گوشی رو باز کنیم و مشکل گوشی رو حل کنیم. با استفاده از خواب باز کن در پشت رو باز میکنیم، باتری رو ور میداریم، قفل شیلدار رو باز میکنیم، پیچ های گوشی رو با احتیاط باز میکنیم، فرایم گوشی رو با استفاده از ناخن‌های خوشگلمون باز میکنیم تا آسیبی به فرایم وارد نشه. با استفاده از خواب باز کن پدمون رو بر میداریم، برد گوشیمون رو از شاسی بر میداریم، مولتیمترمون رو روی رنج بوق قرار میدیم، پراپ مشکی و قرمز رو به هم وصل میکنیم و مسیرهای کلید پاورمون رو چک میکنیم که آیا قطعه یا وصل. بعد از چک کردن بردمون میایم سراغ پد و میبینیم که پدمون دچار اتصالی شده و با استفاده از سینر کاملا پدمون رو سرویس میکنیم تا اتصالیهای کیبورد پد کاملا سرویس شه. برد گوشیمون رو به منبع تغذیه وصل میکنیم و با استفاده از پرنس برد گوشیمون رو روشن میکنیم. تمامی عددهای روی برد رو چک میکنیم تا ببینیم مشکل حل شده یا نه. بله، مشکل کیبوردمون حل شد و میریم برای بستن گوشی. 2 عدد قاب گوشیمون رو وصل میکنیم و در پشت رو میذاریم و این هم از پایان کارمون. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و کامنت هم فراموش نشه.